این تصویری از فلورانس نایتینگل است. او بنیانگذار پرستاری نوین بود. قبل از فلورانس نایتینگل پرستاری مدرن وجود نداشت. او کارش را در سال 1853 با معالجه سربازان ارتش بریتانیا در جنگ کریمه آغاز کرد. در موزه نایتینگل بخش‌هایی از زندگی این پرستار به نمایش گذاشته شده است. در اینجا فانوس معروف این پرستار که سمبولی از افتخار است نیز دیده می شود. او این چراغ را همیشه هنگام رسیدگی سربازان مجروح با خود به همراه داشت. جهانی پرستار رو مدت‌ها فراموشمون شده بود که روز واقعی چون این واقعی تاثیرگذار روی روند درمان و کنترل عفونت حالا فکر می‌کنم آقای فرماندهی از سوسایتی و فرماندهی برامون یه مطلب رو تعیین کردن که آگاهی بیشتر باشه. ولی من این رو تبریک میگم هم به خودم که پرستار هم به خاطر اینکه زیر مجموعه اطلاع و دانش هم چیزهای بزرگی هستیم جنگ جهانی تبریک میگم، افتخار میکنم پرستار هستم، افتخار میکنم همکار شما هستم، ولی اینجور آگاهیات که ما پیدا کنیم شما مسئولیت ها بیشتر میکنم. خواهش میکنم تو شرط بندات خودتون به عنوان یک پرستار واقعا غرق بشید. همیشه از خود سوالا میکنید که پرستاری وسیع‌تر از این هست که ما بسط بکنیم 4 تا گزارش نویسی و 4 تا برنامه نوشتن. خواهش میکنم پرستار باشید و به پرستار بودن افتخار کنید. من خدمتتون نمیگم و تبریک میگم به همه‌مون که پرستار هستید. بازم ازتون خیلی تشکر میکنم. مصاحبه دانستان دعوت بکنم که یه چند دقیقه در خدمت شما باشیم. همیشه حامی پرستاری بودید توی این مدتی که ما در خدمت شما بودیم. دوست داریم چند دقیقه و چند کلام از بیانات شما استفاده کنیم. در خدمتتون هستم. خوشحالم که این روز رو جشن گرفتیم و یا خودم یادم نمیاد آخرین بار که این روز جشن گرفتیم، ولی امیدوارم که رسم بشه و خیلی عالی میشه و در واقع اساسیش هست و یه تبریک اساسی بین‌المللی به همه عزیزان میگم و برحال ما در کنار به عنوان پشتیبان و قسمت پشتیبانی کامل تلاشمون میکنیم. هرچند که خودم درمانی هستم ولی برحال از این قسمت رو هم داریم و قطعا با دید مشکلات بخش درمان، مشکلات ارتباط با بیمار به مسائل اداری پشتیبانی میرسیم. حد اکثر سعی و توان و امکانات رو به کار میگیریم که اون جلوی کار و جلوی جلوی که شما عزیزان هستید و نیروهاتون هستن با کمترین دغدغه در واقع کارشون پیش بره. من میخوام صحبتی داشته باشم. این روز رو من اولا به همه همکاران تبریک عرض میکنم و با توجه به نقش حیاتی و کلیدی که ما در جامعه بهداشتی داریم و حتی روی سیاست‌های ملیمون هم میتونیم تاثیرگذار باشیم. هرچند باری که در طول سال بخواد که از برنامه پرستاری تجلیل بشه بازم کم هستش. ممنون از مدیریت محترم پرستاری آقای دکتر نوری که امسال رو فکر کنم اولین سالی هستش که این روز رو برای ما جشن گرفتن و خب به هر حال از پرستاری تجلیل شد. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins sourit.
je t'aime.